دل میبری و روی نهان میکنی چرا؟ خود میکشی مرا و فغان میکنی چرا؟ این هیمنه شماست که خاتونو این چنین مرعوب و مقهور کرده. قراولا میدونن اینجایی ولی خبر ندارن برای چی اینجایی. زنونه برگزار کنیم بهتر نیست؟ بهش بگو زندگی و مرگ این جوون بسته به تصمیم اونه. این خاتون رو پیشتر جایی ندیده بود. تشنه داند که چیست آب زلال. این نوبرم که باختی آقا سیاوش. چه معمای غریبیه این عشق. در خلسه ای میان خواب و بیداری ندایی شنیدم که میگفت جیران. خیلی سال خاطرشون خواستم. هنوزم یه غم غریبی رو قلبم سنگین میکنه. کی گفته کتاب تاریخ همش باید شرح جنگ و جدال و غارت باشه؟ به خدا تاریخ عشق و وصال خیلی بهتر از تاریخ هجم و قتل آن. جیران زنه ولی ضعیفه نیست، پس چرا مستقیم باش نجنگی؟ بگو چه کنیم ما با این ناشزه های آبروبر؟ میخوام برم برای چیزی که حقمه بجنگم. کارزار حکومت و سلطنت فطرتی مردونه میخواد. چنان قیامتی کنم که اسرافیل و سورش انگوش به دهن بمونه. به جیران خاتون فکر کن. مرهم بذاری رو زخم وجدانم. تمام مملکت خبر دارن از کینش و زخمه. وقتی با قلم و جوهر سیاه یه خط سیاه بکشی روی کاغذ سیاه، طالعی که انقدر سیاه رو کی میتونه بخونه؟